امروز باز میگویم به شما، باز میگویم مسجدها را ساختیم. مسجدها امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از خودمان. انا که وقتی علم آموختن، کسب آموختن، خواب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیک آمده است. من باز میگویم، روی راست میگویم، به خرافات دولت ترقی نمی کند. پایانتر ایستاده میگذارم. از یگان و تمامی مردم ما رو بیاریم بین دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی. کجاها؟ خب در همه ساحه، اما در کجا قرار داریم؟